سلام دوستان، اکرم خدابندلو هستم، هنرآموز طراحی و دوخت از استان قزوین. با آموزش جیب دو فیل تاپ در خدمت شما عزیزان هستم. این پشت پارچه است و جای جیبم رو رولت کردم. حالا اینجا رولتی که انجام شده، حق درزا هم رولت شده که نیازی نیست شما فقط این محدوده‌ای که دارم نشون میدم شما رولت داشته باشید، با دورش کاری نداشته باشید. شما فقط این قسمت دورش که رولت شده رو باید روی این فیلتاپ هایی که قراره روی پارچه دیگه در بیارم لحاظ کنین که نسبت به این کادرم باید حق درز داشته باشم که بتونم به این خطا دوخت بزنم. خب میریم سراغ فیلتاپ هایی که میخواییم در بیاریم. دلای بسته است دیگه، یه دونه فیلتاپ، دو فیلتاپ. گفتم این قسمت روی فیلتاپ ها باید دلای بسته باشه که به این شکل خدمتتون میگم که به طول و عرض فیلتاپم رو روی پارچه مشخص میکنم و حق درزا رو هم کامل میکشم و مشخص میکنم که از چه محدوده‌ای باید این دوخت روی بالاتنه انجام بشه. الان این جیب ها قراره روی پالتو انجام شه. خب مقدار طول جیبم رو مشخص میکنم. اینجا 16 سانته که من 16 سانت رو جدا کردم. فیلتاپم که عرض هر فیلتاپ هم 1 سانته، درسته؟ 1 سانت هم جای درزمه که قراره جای دوختم باشه و دوخت بخوره. خب این 1 سانت رو در نظر میگیرم که با هم میشه 2 سانت، درسته؟ خب من این 2 سانت رو دارم. گفتم فیلتاپم باید دلای بسته باشه که بتونم دوخت بزنم و کارم تمیز در بیاد. پس من 4 سانت اینجا نیاز دارم. 4 سانت رو جدا میکنم. خب من این مقدار رو روی این پارچه محاسبه میکنم و قیچی میزنم. توجه داشته باشین از این باید 2 تا در بیارم. 2 فیلتاپیه، یه فیلتاپ برای بالای و یه فیلتاپ برای قسمت پای. خب من این 2 تا رو در میارم. خب اگر شما بخواید روی پالتو اینو اجرا کنین قطعا قرینه است دیگه، یه کت. پس 4 تا فیلتاپ از این در میاریم. من اینو قیچی میکنم و تا میکنم. حتما موقع اتو کردن یک پارچه روی کارم میندازم و پرسش میکنم. به این شکل تا میکنم و اتو میکنم. 4 تا از این دارم. برای هر جیب 2 تا نیاز دارم. به این شکل قرار بدم. این یکی، حالا یکی هم برای قسمت پایین باید به این شکل قرار بدم که حالا دوختش رو به چه صورت باید دوخت بزنیم و مرحله به مرحله براتون توضیح میدم. قسمت ببینین یه نکته بگم، اینجا حتما جای درزتون و اون مقدار فیلتاپتون رو با خودکاری که حالا حرارتی هست روی پارچه علامت بزنین. موقعی که دارین دوخت میزنین هم عرض به جهت طول و هم به جهت عرض این مقدار باید مشخص بشه که دوختتون دقیقاً روی این قسمت که رولت کردین دوخت بخوره. به این شکل که ملاحظه میکنین. خب اگه خواستین یه نقابی هم داخل این قرار بدین، از همین الان شروع کنین و اون نقاب رو هم برش بزنین. به این شکل که ملاحظه میکنین. این نقابی که داشتیم دلای بسته برش کردم، جای درزشم مشخص کردم، اطرافش رو چرخ میکنم. حالا چرخکاری اینم خدمتتون میگم که به چه صورته. جای درز اینم دقیق مشخص کنین، یعنی جیب اگر 12 سانت دقیق مشخص بشه از طرفین، جای درزش مشخص بشه کامل
خط بکشین که دقیق سر جای خودش دوخته بشه. اگر این موارد رو به درستی رعایت کنین دوخته بدون دردسری خواهید داشت. چون جیب فیلتاپی حساسه به دلیل اینکه قیچی میخوره پارچه و گوشه ها رو باید خیلی تمیز در بیارین. حالا اون نشون میدم در مراحل بعدی که به چه صورته. پس از ابتدا دقیق این اندازه ها باید مثل پازل سر جای خودش قرار بگیره. این قسمت رو دوخت میزنم یه مقدار. حالا میتونم این قسمت سرقائمی یا دوختم و ادامه بدم که محکم بشه. این سمتم به همین شکل چرخ میکنم. اضافه درزامو کم میکنم تا کارم سبک و تمیز بشه. خاطرتون باشه وقتی میگم اضافه درزا سبک بشه نه اینکه دقیقاً جای دوختتونم بخواین قیچی کنین و کارتون حالا قسمت دوختا باز بشه. نیم سانت جای دوخت کافیه. اتو میکنم کامل که پرس شد. توی این قسمتی که حالا قرار میدم دوخت میخوره و به این شکل میبینین که حالا من ببینیم به این شکل ما بین جیب فیلتاپی و بالا تنه قرار میگیره. این گوشه هایی که باید جیب فیلتاپ من و اون طول و عرض جیب فیلتاپم مشخص بشه رو با سوزن انتقال میدم به روی کار. این پشت کار رولت کردم، روی کارم ندارم. این مقدار رو برمیگردونم با خودکار حرارتی. این محدوده رو علامت میذارم به این شکل که ملاحظه میکنید. این چون پارچش چرمه خب خیلی نمیشه روش مانور داد و بخوایم رولت کاری بشه. برای همین باید خیلی با دقت و اصولی روش کار بشه. من یه مقدار این محدوده رو با خودکار حرارتی علامت میذارم، مشخص میکنم. طوری اینو بکشین که به پارچه آسیب وارد نشه. این محدوده مشخص شد. این عرض کار به این شکل. مرکز این دوتا خط هم مشخص میکنم. اینجا خیلی واضح نیست. همون مقدار عرضی که برای جیب فیلتاپ قرار داده بودم اینجا هم مشخص میکنم. اینم خط مرکزیه دو تا از فیلتاپ هم که قرار روبروی هم قرار بگیره. قسمت مثلثی ها رو هم طراحی میکنم. مقدار مثلثی ها حالا میتونه 1.5 باشه. 1 خیلی کمه، 1.5 کمتر نشه تا موقع دوخت که میخوایم برگردونیم پشت و دوخت بزنیم راحت تر بتونیم کار رو پیش ببریم. خب این خط هم این مقدار پررنگ کنم ببینین به چه صورته. وقتی میخوام فیلتاپ ها رو بذارم بدوزم قسمت دلای بسته فیلتاپم باید رو به بیرون باشه. قسمت های دلای بازش رو به داخل و روبروی هم قرار بگیره. بعد از اینکه دوختم و اون برش ما بین فیلتاپی رو بالا تنه ایجاد کردم وقتی برگردونم این دو تا فیلتاپ از قسمت هایی که دلای بسته هست روبروی هم قرار میگیره. ببینید من گوشه های این محدوده‌ای که جیب فیلتاپیمو رولت کرده بودم دقیقاً رو این قسمت رولت شده رو بالا تنه قرار میدم. این محدوده باید سر جای خودش قرار بگیره وگرنه
جیب تمیز و مرتبی نخواهم داشت و یه جورایی به درد سر میافتم سر جا انداختنش. اینم به همین شکل. چون چرمه من نمیتونم خیلی راحت سوزن رو داخل پارچه قرار بدم، چون جای این سوزن احتمال داره بمونه. میتونیم برای ثابت کردن این قسمت از چسب پهن هم استفاده کنیم. به این شکل که ملاحظه میکنید دقیق نگاه میکنم به پشت که دقیقا این 2 خط و نقطه کنار در موازات هم باشه، دقیقا روی هم باشه. خب به همین شکل این قسمت چرخ میخوره که خدمتتون نشون میدم. پس ببینید قسمت که دلای بازه پایین قرار میگیره و دلای بسته به سمت خارج از کادر. حالا میخوام نقاب رو بدوزم. نقابم دقیقا این جای درزم رو لحاظ میکنم، دقیقا همین نقاط رو در نظر میگیرم، نباید نه داخل تر باشه نه بیرون تر. دقیقا همین خط رو روی این میتونم با هم چرخ کنم بیاد. ولی برای اینکه آموزشمون قابل فهمتر باشه و بدونین که به چه صورته، اول من اینو چرخ میکنم، بعد اینو قرار میدم و به لبه فیلتاپم چرخ میکنم. اینو تصور کنین اینجا دوختم تموم شده. جیب فیلتاپ، قسمت فیلتاپ پایین جیبم هم به این شکل. ببینین قسمت های دلای باز روبروی همه و قسمت های دلای بسته به سمت پایین و بالا هست. اینو دقت کنین وقتی بدوزم برگردونم روبروی هم قرار میگیره. اینو دقت کنین لطفا. خب قرار من این قسمت رو ببرم، مثلث ها رو هم ببرم، برگردونم پشت که به این شکل میبینین اینم برمیگرده. وقتی اینا برگرده دوخت شده باشه، اینم خب قطعا داخل اینه دیگه. ببین به چه شکل در میاد، به این شکل که ملاحظه میکنین این قسمت ها میره داخل و دوخت میخوره. حالا من اینا رو مرحله به مرحله بهتون میگم. خب من اول این قسمت رو بدوزم بدون به چه صورته. ابتدای کار رو حواستون باشه خیلی آروم پدال رو پایین بیارین و سوزن رو بیارین پایین. آروم پاتون رو پدال قرار بدین و با حوصله این قسمت رو بدوزین. عجله برای دوختش نداشته باشین. اینو میدوزم. حواسم باید باشه که جمع نشه، دقیقاً خط رو خط دوخته بشه. انتهای کارمم دقیقاً نقطه انتهای خطم به آرامی دوخت میزنم و یه سرقائمی اینجا میزنم و یه عقب گرد میکنم تا کارم محکم تر بشه. حالا برمیگردم این برو هم به همین شکل زیر پایه قرار میدم و دقیقاً مثل مرحله قبل این فیلتاپامم با حوصله دوخت میزنم. ابتدای کار رو سرقائم بزنیم خیلی بهتره. به این شکل. خیلی آروم به انتها که رسیدم یه سرقائمی هم اینجا میزنم. حالا میایم این نقابی که گفته بودم خدمتتون رو به فیلتاپم دوخت میزنم. دقیقاً همون خطی که باید دوخته بشه. ببینین سر جای خودش به این شکل. فقط موقعی که دارین نقاب جیبو میذارین حواستون به الگوتون باشه که بالا پایین نشه. این فیلتاپ ها رو دوختم و تموم شد. حالا میام
اون خطی که ما بین 2 فیلتاپ تو اون کادر کشیده بودم و انتهاشو به شکل مثلث به گوشه های این کادر وصل کرده بودم، دقیقاً همون قسمت ها رو قیچی میکنم. قیچی رو دقت کنین، سر قیچی رو خیلی باز نکنین، به اندازه‌ای که قرار قیچی بشه سر قیچی رو باز میکنین و ملاحظه کنین چون قیچی تیزه حتما هم باید نوک این قیچی تیز باشه. ببین دقیقاً اون انتهای اون نقطه‌ای که قرار بود که قیچی بشه رو من اینجا قیچی میکنم. ببینین این قسمتم به همین شکل 4 طرف این جیب رو به این شکل قیچی میکنم. به این شکل اینو من برمیگردونم، دقت کنین. حالا این فیلتاپ ها روبروی هم قرار میگیره، قسمت دلای بستش روبروی هم قرار میگیره که شاید قبلا سوالتون بوده که این به چه صورت قرار گیره و قرار چی بشه. وقتی من قیچی کنم وسط این کادرمو برگردونم چیزی میشه که ملاحظه میکنی. خب این قسمت رو باید دوخت بخوره. به چه صورت؟ ببین الان من نقاب رو برمیگردونم داخل چون فعلا نیاز ندارم به اینو برمیگردونم داخل. بعد از اینکه این گوشه ها رو زاویه ها رو تمیز دوختم از پشت کار، بعد میتونم نقاب رو بیارم رو. خب برای اینکه این ثابت بشه یه سوزن با یه سوزنی ثابت کنین، چون چرمه. مثلا میتونین یه چسب پهنی چیزی این قسمت بزنین که ثابت بشه و تکون نخوره که بتونیم گوشه های جیبمون رو به تمیزی دوخت بزنیم. خب این پشت کارم. ببینین اون مثلثی که برگردوندم پشت قیچی کرده بودم اینه. خب من باید اینو به اضافه این جا درزه که برای فیلتاپم گذاشته بودم و با هم چرخ کنم طوری که فیلتاپام دقیقاً روبروی هم قرار بگیره و روی هم نیاد. کیسه جیبم هم به این شکل قرار میدم. عزیزان وقتی کیسه جیب این قسمتاشو دوختین خواستین پهلو رو بدوزین، باز به جهت جیبتون دقت کنین که جهت جیبتون صحیح باشه. کنارهای جیبم هم به این شکل چرخ میکنم و بعد سردوز هم صورت میگیره. البته اگر آستر کشی باشه کتتون نیازی به سردوز این قسمت ها نیست. جهت حالا محکم بودن آستری جیب، چون از جنس آستری احتمال داره که ضعیف باشه پارچه، سردوز میکنیم که مقاومت بیشتری داشته باشه. و این قسمت مثلثی که گفتم با 2 فیلتاپ هایی که کنار هم بودن و با هم چرخ میکنم. ببینید این مثلثم درسته. اینم 2 فیلتاپ هایی که داشتم جا درزاش با کیسه جیبم با هم دیگه چرخ میخوره. فقط گفتم به جهت جیبتون دقت کنین که درست چرخ کنین و نیازی به شکافتن نباشه. خب این قسمت رو تا انتها میدوزم. طرف دیگه هم دقیقاً به همین صورت چرخ میشه. ببینین روی کارو به این شکل دوخت خورد، خیلی تمیز. حالا اتو کشی میشه و اون نقابی که داشتم داخل کار میاد بیرون. اگر خواستین این نقاب رو ندین، اون کیسه جیبتون رو از جنس رویه، از جنس لباستون انتخاب کنین، دقیقاً همرنگ و همجنس باشه که اگر دهانه جیبتون یه مقدار باز موند اون تمیزی کارتون زیر سوال نره. تا آموزش بعدی خدا یار و نگهدارتون.